به نام خدا. سلام خدمت همه دوستان عزیز. جلسه پیش با هم به صفحه بلاگ رو تکمیل کردیم و گفتم که آیتم های مختلفی رو توی این ویجت توی این سایت بار باید فراخوانی بکنید و استایلاشون رو درست بکنید تا زمانی که مشتری میخواد مثلا ویجت های مختلفی رو به اینجا اضافه بکنه استایلشون به هم نریزه و ظاهر بدی نداشته باشه. حالا یه نکته‌ای که اینجا هست اینه که این بوردرش رنگش پررنگ‌تر از اینه. اینو هم خودتون میتونید توی استایل ها درست بکنید. ببینید این اینپوت بوردرش این رنگیه ولی این بوردرش چه رنگیه؟ بوردرش اینه. اینپوت بوردرش رو سی بزنم شد الان مثل بغلیش و حتی میتونید بوردر رایتش هم مثلا صفر کنید که اینجا خطی نیفته و این کلاس ها رو به این استایل ها رو به این کلاستون اضافه کنید. این دیگه پای خودتون انجامش بدید. حالا این هم میتونید همه رو بردارید و میریم سراغ صفحه آرشیومون. صفحه آرشیومون چیه؟ نوشته ها، دسته ها. میخوایم یه صفحه آرشیو رو باز کنیم. مثلا این چیزایی که داریم، حالا این دسته بندی نشده ها 3 تاست. بذارید اینو یکم درست کنم. همه نوشته ها، ویرایش سریع، دسته بندی نشده میذارم توی اخبار، دسته بندی نشده رو پاک میکنم، بروز رسانی. دومی چیه؟ ویرایش سریع، دسته بندی نشده، نه اخبار، بروز رسانی. سومی چطور؟ سومی هم رو اخبار بذارم، بروز رسانی، که 3 تا پست ما داشته باشیم. و میزنم نمایش که میزنم باید آرشیو منو بیاد نمایش بده. ببینید از کوئری مانیتور میام نگاه میکنم ببینم تمپلیتم چیه. archive.php اومده. فایل archive.php رو php منو فراخوانی میکنه، این فایل منو، و همه اطلاعاتم ثابت هستن. حالا ما باید اینا رو داینامیک کنیم. چطوری داینامیک میکنیم؟ اول از همه برد کرامبش رو باید فراخوانی کنیم. سایت بار که داینامیک هست طبق معمول، چون یک بار اومده از اینجا داره میخونه از این فایل سایت بار ما هم سری پیش اومدیم همین رو اصلاح کردیم. کجا بود؟ اینه. و این قسمت رو باید داینامیک کنیم. در انتها پیجینیشنش هست و هدر و فوتر هم که هیچی. پس بریم برد کرامبش رو ببینیم چیکار میشه کرد. برد کرامبش کدومه؟ اینه. داره از اینجا فراخوانی میشه. تمپلیت پارتس آرشیو برد کرامب. من برای برد کرامب قبلا توی سینگل اومدم فراخوانی کردم دیگه. اینه. همین رو میتونم برای آرشیو دوباره فراخوانی کنم. یعنی کجا؟ بذارید اینو باز بکنم ببینم چه کدی توش بود. آها، این 3 تا A هم. جای این 3 تا A همین رو میذارم جای این 2 تا A. اینا رو کامنت میکنم و میام اینجا کنترل V، کنترل S، این اخبار رو باز کنم. فکر کنم آره کاملا درسته. اومد اون تگی که اون کاتگوری که ما انتخاب کرده بودیم و برای ما نمایش میده. پس برد کرامب ما کارش انجام شد. حالا میایم سر وقت اینها. اینو کجا فراخوانی کرده برد کرامب رو من میبندم توی آرشیو. اومده از لوپ فراخوانی کرده. لوپ کجاست؟ اینجا. و ما اینجا یه فور ساده داریم. حالا این فور ساده رو باید به لوپ وردپرس تبدیل بکنیم دیگه، به یه فور وردپرسی که بتونه فراخوانیش بکنه. میایم چیکار میکنیم؟ اینتر میزنم. از لوپ قبلا هم استفاده کردیم دیگه، فکر کنم توی کامنت ها استفاده کردیم. یه نگاه کنیم ببینیم. یه یادآوری براتون بکنم. کجا بود؟ فکر نمی کنم فراخوانی کرده باشیم تا الان. گوشه این کامنت. نه یادم نمیاد کجا فراخوانی کرده بودیم که براتون یادآوری کنم. حالا کاری ندارم باش، با هم می‌نویسیم. از یه دستور شرطی استفاده میکنم. لوپ ها رو تو وردپرس قبلا این من گفتم بهتون. میام میگم if have post
بگیم اگر پست داشت 2 نقطه و تا زمانی که پست داره بیار برای ما نمایش بده، تا زمانی که 7 پست ده پست و بیا بگو که چی رو باید فراخوانی بکنه. همین ها اینجا نه تب بزنم کنترل وی. الان یه بار دیگه براتون توضیح میدم خب اول از همه باید الان حلقه وایلمو ببندم، یه اند وایل میزنم و حلقه ایف هم باید ببندم دیگه، ایف رو نبستم، یه اند ایف هم میزنم. اینا بسته نشن ارور میده. اینا رو میتونم یا پاک کنم یا کامنت کنم که بعدا شما داشته باشید. یه کنترل اس بزنم ببینم چی میاره برامون. یه چیز خیلی خب همونو داره میاره، یعنی به ازای 3 تا پستمون ما 1 2 تا 3 تا بیشتر نداشتیم دیگه. اینجا نوشته ها رو باز کردیم 3 تا پست داره میاره، ولی این اطلاعات همه استاتیک ان، داینامیک نیستن، از پست ها نمیخونه. اینا رو دونه دونه درست میکنیم. ببین اومدم گفتم اگر پست داشت تا زمانی که پست داره اطلاعات هر پست رو بگی تو این تمپلیت فراخوانی بکن. یه بار این اطلاعات رو میگیره تو این فراخوانی میذاره و دوباره برمیگرده این شرط رو بررسی میکنه، میبینه بازم پست داره، دوباره فراخوانی میکنه، دوباره برمیگرده تا جایی که تموم میشه دیگه، که کار نداره از حلقه میاد بیرون. حالا ما باید ببینیم که اینجا تو تمپلیت پارت آرشیو اینساید لوپ این کجاست. این کو ببندم اینساید لوپ. اینجا ببینیم چه چیزی داریم. یه قسمت اومده ایمیج خونده، یه قسمت اومده عنوان رو خونده، فکر کنم این عنوانه. اینجا هم خلاصه یه چکیده از مطلب بمونه و این هم تاریخ و اسم نویسنده و کلمه که با این کار نداریم. برای ایمیج باید بیام چیکار کنم که داینامیک بخونه. یادتون هست دیگه این کار رو یه بار اومدیم توی سینگل انجام دادیم. اگه یادتون نیست بریم تو سینگل با هم نگاه کنیم. مین بادی اینجا بود، ایمیجم کلا همیشه نوشتن راحت تر از پیدا کردن و کپی پیست کردنه. همین این رو کپی میکنم. اینجا اومد عکس ما رو خون دیگه، قبلش اومده بودیم به این صورت عکسمون رو فراخوانی کرده بودیم. میام اینجا توی اینساید لوپ خودم اینجا اینو میذارم کنترل وی و میگم که سایزش میخوام تامنیل باشه دیگه، کوچکترین سایز باشه. پست تامنیل نه، باید تامنیل باشه. بعید میدونم اسمش پست سایزش پست تامنیل بود. با هم باز چک میکنیم. کلاسش هم فقط همین ایمیج فلوید. آدرس هم که خودش فراخوانی میکنه دیگه، با این کار ندارم. کنترل اس یه چک بکنیم، یه ریفرش. خب این عکسمون تصویر شاخص نداره و فقط هم این داره. حالا یکم به هم ریخته هم هستش. چرا؟ یک برمیگردونم به حالت قبلی و اینو کامنت میکنم. کنترل اس ببینم سایز این عکس هم چقدری بود. اینجا فراخوانی میکرد اینسپکت. ابعادش 253 در 265. بیایم یه لحظه توی این ببینم از اینجا تنظیمات رسانه ریجنریت تامنیلز اینجا بیایم بهتره. تامنیل ما میاد میکنه 150 در 150 پیکسل. من باید مدیوم بذارم. 250 بودش دیگه، درسته؟ فهمید از کجا برداشتم؟ اومدم اینجا اینسپکت گرفتم، موسم آوردم روش ببینم چه سایزی داره فراخوانی میکنه. 253 در 265. برای همین من اومدم توی این قسمت این پلاگین رو قبلا نصب کرده بودیم دیگه، با هم دیگه چک کرده بودیم. نگاه کردم ببینم کدوم ابعاد بهش نزدیک‌تره. دیدم آقا این مدیومه بهش نزدیک‌تره. از همین سایز من استفاده میکنم. این سایز رو میارم اینجا قرار میدم، به جای تامنیل مدیوم قرار میدم و اینو کامنت میکنم و بالای را کامنت در میارم. کنترل اس ببینیم چه اتفاقی میفته. این بود ریفرش. خب خیلی بهتر شد، الان عالی شد. این عکسمون خب افقی بود دیگه، عکسمون مربع نبودش و به خاطر همین یه ذره بد نمایش داده میشه. این یکی هم که اصلا عکس نداشت. برای اینکه عکس داشته باشه یه کار مثلا حرفه‌ای‌تر بخوایم انجام بدیم، اینه که آقا بیایم قبلش ایف تعریف بکنیم، بگیم اگر عکس داشت
این عکس رو نمایش بده. اگر عکس نداشت یه عکس پیش‌فرض نمایش بده. خیلی ساده است. توی همین PHP بنویسم که الکی کد PHP رو بازبسته نکنم همش. اینجا یه if می‌نویسم و میگم اگر هست، ببینم همچین تابعی داره، پست تامنیل. بله، اگر هست پست تامنیل، اگه پست تامنیل داشت get the ID، این ID رو بهش ورودی میدم که بررسی بکنه و بیار این رو برای ما نمایش بده. یه اینتر بزنم، این رو کات میکنم کنترل X و میارم اینجا کنترل V، یه تب بزنم که این جلوتر بره. این رو خارج از کد PHP رو نوشتم، برای همین نمیشناسه. میبندمش. در غیر این صورت بیار برای من چیکار کن، یه عکس دیگر رو فراخوانی کن. بریم یه عکسی از اینترنت دانلود کنیم، تصاویر، ببینیم چه عکسی مناسبه. مثلا همین عکس، این باید اوکی باشه. save image as، فعلا تو دسکتاپ ذخیره‌اش میکنم و میام تو قسمت دسته ها، نه رسانه ها، افزودن. از اینجا درگ اند دراپ میکنم روش و اومد اینجا. همین. اسم عکسمون چی بود؟ empty.png. میام توی فولدر آپلودم نگاه میکنم. empty image. این عکس رو این یا این رو برمیدارم، مثلا کل این رو برمیدارم، این سه تا رو، چون به عنوان عکسای خود غالبم میخوام قرار بدم دیگه. کپی میکنم یا کات میکنم. مثلا کپی چرا، کات میکنم و میارم تو فولدر اسیتسم، توی ایمیجم پیست میکنم. اومد اینجا. خب اینو باید ببندم، همه رو باز کرد برای من، نمیخوام باز بشه. میام میگم در غیر این صورت بیا اینجا PHP رو ببندم و قبلش هم برای اینی که باز بکنم دیگه. میگم آقا اینجا که البته السیف که یه اشتباهی کردم و بچه دیگه شرط نمیخوام بزنم، خب در هر صورت بیا این کار بکن. اینجا یه دلیت بزنم، بیاد اینجا یکم منظم‌تر و اینجا میام میگم که از تگ img استفاده میکنم. خرابکاری کردم، کد PHP اینجا رو نبستم. یه اینتر بزنم بیارمش پایین، اینطوری بهتره. اینجا از تگ img استفاده میکنم. srcش هم میگم که یک کلاس هم بهش میدم، ایمیج فلوید، کنترل S. الان بیام آرشیو خودم رو یه بار دیگه چک کنم. ارور داد، خط 9. ببینیم چه اشتباهی کردیم. اشتباه اینه که من السیف گذاشتم. اصلا یه بار اشتباه کردم، اینجا شرط گذاشتم. وقتی السیف میذاریم باید شرط بذاریم دیگه. ما شرطی نداریم، میگیم اگر این رو داشت، اگه تامنیل داشت تامنیلش رو نمایش بده. در غیر این صورت هر اتفاقی افتاد که هیچ شرطی نداریم، در غیر این صورت عکس img ما رو نمایش بده. قبلش یه اکو باید بذارم دیگه. اینو کپی کنم بیارم اینجا پیست کنم. فکر کنم این ضرب در کار من خراب کرده. فکر کنم آره اون ضرب در X. الان درست شد. خب اینجا تامنیل نداشت، خودش یه عکسی گذاشت. بقیه هم که عکسای خودشون داره فراخوانی میشه.
پس چیکار کردیم؟ یه دونه دستور شرطی گذاشتیم که کارمون رو یه مقدار حرفه‌ای‌تر انجام بدیم. نیازی هم بهش نبود، میتونستید نذارید و کاربر مجاب بشه که حتما عکس خودش رو بذاره. حالا میایم تایتل. برای فراخوندن تایتل هم که قبلا داشتیم دیگه، هیچ کاری برامون نداره. این رو پاک میکنم، کنترل X، PHP رو بازبسته میکنم و ده تایتل، کنترل S. چی خورد؟ هیچ. یه ریفرش، تایتل های خودمون رو فراخوانی کرد و پایینتر میام. پایینتر خلاصه ای از چیز هست متنمون هست، یعنی یه چکیده هستش. برای این کار میام از تابع the accept، این میاد یه چکیده ای از مطلب ما رو نمایش میده، یه خلاصه ای از مطلبمون. حالا بعضیاشون بیشتره، بعضیا کمتر. بعضی مقدار بیشتر هم بشه 3 نقطه میذاره. برای اینکه یکم کارتون باز بهتر انجام بشه، ببینید مثلا من اینو باز میکنم، میگم که لینک نداره اصلا. خب بده دیگه، بعد روی این عنوانمون لینک بذاریم. حالا اینم میریم جلوتر میذاریم، اونم درست میکنیم. پایین ترش بریم ببینیم دیگه چی داریم. تاریخ، PHP رو بازبسته میکنم و میام از تابع get time باید باشه دیگه، get time. بله. و وقتی چون get هست نمایش نمیده و فقط ریترن میکنه، یه اکو هم قبلش میزنم که نمایش بده برامون. یه ریفرش میکنم، تاریخ هم درست شد. برای اینکه همشون به عدد نمایش داده بشه، میام اینجا ورودی بهش میگم سال اول نمایش بده، بعد ماهو نمایش بده، بعد روزو. کنترل S، یه ریفرش میزنم. 12,400. خیلی قشنگ راحت اینو برای ما ست کرد. پایینترم نام نویسنده، بازم PHP رو بازبسته میکنم دیگه. اینا رو باید بلد باشید بچه دیگه، این توضیح دادنی نیست. فکر کنم اشتباه پاک کردم. نه دیگه درسته. PHP رو بازبسته میکنم و از چی استفاده میکنم؟ کنترل S، نویسنده، یه ریفرش میکنم. اسم منو آورد، اسم نویسنده رو آورد، The author. خیلی راحت. ببین خیلی ساده است، اینا راحت متن رو فراخوانی میکنه. و لینکش، اینجا لینک باید براش بذاریم دیگه. باز هم PHP رو فراخوانی میکنم، میگم آقا دپرما لینک. یه ریفرش میکنم ببینم پرما لینکشو میاره یا نه. اینتر بزنم، انتخاب کنم. بله دقیقا لینک ما درسته، ولی چرا مطلب رو برام باز نمیکنه؟ خب اولا که اینطوری نباید، لینک های ما نباید به این صورت باشه. لینک های ما باید، یه بار توضیح دادم بهتون دیگه. ببینم باز داریم، باز نداریم. تنظیمات، پیوندهای یکتا، روز و ماه نه، نام نوشته. فقط نام نوشته باشه که یه مقدار بهتر نمایش شده بشه، یعنی سئو بهتری داشته باشه. بازش میکنم. آها میبینید بچه موسوش نگم دارم پایین، میبینید چیزو یه دونه فلش داره. فکر کنم یه اشتباهی، آره اینه، اینجا 2 تا فلش گذاشتیم براش. اون یه دونه فلشه فکر کنم سبب این میشد که لینک اشتباه در بیاد. الان باید درست بیاره، کاملا درسته. لینک رو ما اشتباه وارد کرده بودیم، اینجا یه دونه علامت بزرگتر اضافه مونده بود، اینطوری شده بود و همین رو انتهای لینک می آورد. خب انتهای لینک وقتی الان من اینجا همین عبارت رو اضافه بکنم، خب مسلما لینک اشتباه میشه و باز نمیکنه دیگه. صفحه 404 رو می آورد که ما 404 مون رو هنوز نساختیم. بیام همین پرمالینک رو این بالاتر روی عنوانش رو بذارم. عنوانش باید لینک داشته باشه که روش کلیک کردیم.
ایمیجمون لینک نداشت. بهتره که بچه ایمیجمون هم لینک داشته باشه. یعنی من اگه بیام اینجا یه تگ ای باز بکنم، همین پرمالینک رو اینجا بزنم و یه اینتر کل این رو بیارم اینجا بذارم، کل این داستانی که اینجا نوشتیم و کنترل ایکس. این مال کدوم؟ مال این داره بسته میشه دیگه، درسته؟ کنترل وی، کنترل اس، یه ریفرش کنم. نه اینو که نباید ریفرش کنم، اینا درسته. پنجره اضافی رو ببندم، اینم ببندمش، اینم ببندم. آرشیومون رو باز کنم، داشتیم آرشیومون رو میساختیم. خب روی این با بزنم پست سوم آموزشی، پست سوم دقیقاً لینکش درسته کاملا. خب لینکمون درسته، متنمون درسته، لینک پایینمون هم درسته و نوشته ها همه چی تقریبا درسته. یه نکته سئو رو هم بهتون بگم. ببینید ما تاریخی که آوردیم اینجا تنظیم کردیم، بهتره که توی تگ تایم قرار بگیره. از تگ تایم استفاده بکنم و کل این رو بیارم داخلش بذارم، کنترل ایکس، این رو پاک کنم. فقط نکته ای که داره اینه که تگ تایم یه سری اتریبیوت از ما میگیره، یه اتریبیوت به اسم دیت تایم و داخل اینجا میام یه PHP باز میکنم و PHP رو میبندم. میخوام تایم رو بهش بدم دیگه، get post time. آره الان درست شد. get post time و وقتی get هست دیگه اکو نمیکنه، نمایش نمیده، ما مجبوریم یه اکو تهش بذاریم که خروجی این کد بشه تایم ما. get post time هم یه سری پارامتر میگیره، بهتر اینا رو بهش بدیم. اینا سبب میشه که بچه‌ها گوگل دقیقاً بفهمه که سایت پست ما چه زمانی گذاشته شده و خیلی خوبه و تو سئو شما تاثیر خیلی خوب و عالی داره. get ID مال این پست. با همین فرمت، این فرمت رو رعایت بکنید، تایمتون رو بذارید داخلش. الان من اگه اینجا نگاه بکنم، یه رایت کلیک کنم، اینسپکت، ببینید اینجا فقط همین رو میبینیم، چیز دیگه ای نمیبینیم. یعنی یه عددی اینجا نمایش داده شده، گوگل نمیفهمه این ساعت چیه. یه ریفرش میکنم ببینیم چی برام میاره، روش بگیرم، اینسپکت، اینه. این بالا برام به میلادی تاریخ رو زده، دقیقاً تاریخ و ساعت. گوگل الان میفهمه که آقا، ولی نمایش نمیده، ظاهرمون هیچ تغییری نمیکنه، ولی میگم تاثیر خیلی خوبی برای سئو شما یا بالا اومدن داخل گوگل داره. این رو هم انجام دادیم. خب الان میریم سراغ صفحه بندیمون، پجینیشنمون. بریم ببینیم چیکار باید کرد. دوتا رو باز میکنم. ببینید طبق معمول، طبق روالی که قبل این توضیح دادم، پجینیشن ما دو تا راه داره. یا باید طوری بنویسیم که اینجا فقط قبلی و بعدی، یعنی صفحه بعد صفحه قبل نوشته بشه، یا اینکه نه به همین حالت بیاره عدد بذاره که ما بدونیم دقیقا کجا هستیم. برای این کار میایم چیکار میکنیم؟ دو تا روش داره. یه روشش اینه، من سرچ که کردم همون اولی به من جواب داده، next post link، آره اینا که هیچی، paginate links. خب اینجا چیز خاصی نه، تو همون وقت جوابمون رو گرفتیم. از این استفاده کنیم. ببین older post newer post، از این بعد با دستور شرطی که میگه اگر این دوتا نبود، اگر چیزی نبود، بیا بگو مثلا چیزی وجود نداره. یا اینکه بیام چیکار کنم، از یه تابع دیگه به اسم the post pagination استفاده کنم. و چون از پجینیشن من تو جاهای مختلف استفاده میکنم، مثلا برای صفحه گذاری آرشیو و محصولاتم و جاهای دیگه، خیلی جای دیگه استفاده میکنم، میام یه دونه فایل جداگانه تعریف میکنم که بعدن هر سری همون فایل رو فراخوانی بکنم. توی همین تمپلیت پارتس خودم اینا رو ببندم تو پوشه آدر.
پوشه آدر ندارم، یه پوشه درست میکنم به اسم آدر و یه دونه فایل PHP pagination باز میکنم. داخلش میام یه دونه دیو تعریف میکنم با کلاس pagination یا با آیدی pagination و اینجا از اون تابع PHP خودم استفاده میکنم، تابع وردپرس خودم. کدوم تابع بود؟ همین تابعی که اینجا دیدیم، کنترل C the post pagination استفاده کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته برامون. اینم باید فراخوانی بکنیم دیگه. اینجا کجا بود؟ اینجا بود. باید بگم که قبل از اینکه این ایف من تموم بشه بیام اینجا بزنم get template part. کل اینم باید داخل یه دونه تگ کوتیشن قرار بگیره. اینم جا انداختم و بیا یه اسلش بزن، برو تو پوشه آدر، دوباره یه اسلش pagination.php سمیکالن من فراموش نکنم، کنترل S، یه ریفرش. خب الان صفحه دیگه ای نداریم دیگه، درسته؟ قبل از اینکه بیایم اینو انجام بدیم میام اینجا داخل تنظیمات و خواندن میگم تو هر صفحه یه دونه نمایش بده که بتونم پجینشین خودم رو چک کنم دیگه، یعنی صفحه بندی بکنم، چون 3 تا پست بیشتر ندارم و به پیش‌فرض روی 10 تا بود، پس شماره صفحه‌ای برای ما نمایش نمیده. الان اومد خیلی راحت. یه مارجی باتن هم به این میدم، آرشیو اینساید لوپ اینجا باز دارم یا ندارم؟ آره دارم. مارجین تاپ دادم، فکر کنم باید به همین بدم. آره یه MB 4 هم اگه بهش بدم چه اتفاقی میفته؟ کنترل S، عالی شد. MB 5 بهش میدم، فوق‌العاده شد. و پجینیشن های توی صفحه آرشیو خودم رو هم کامنت میکنم همه رو، کنترل S، کاملا درست شد. صفحه دوم، صفحه اول، صفحه قبلی، بعدی، همش کار میکنه. خب صفحه آرشیو ما هم تموم شد تقریبا. صفحه آرشیو هم فکر نمی کنم کار دیگه براش مونده باشه. حالا برای اینکه یکم بهتر دیده بشه این رو همون 10 میذارم ذخیره. الان درست شد. شماره صفحات رو برداشت دیگه، چون یه صفحه بیشتر نداریم، 3 تا پست تو هم یه صفحه نمایش داده. تا اینجا کار با من پیش ببرید تا جلسه بعد بریم سراغ ادامه کارمون. تا جلسه بعد موفق و پیروز باشید.